فوران رشد. برای رشد من چی میگی؟ کود خوبه؟ آره گلم دیگه. دوبله شده در پرژن 2. چشمک بزن دوباره، بیا به من پول بده. وای عجب نفس بدبویی، حالم به هم خورد. فکر کنم بد نباشه یه مسواکی بزنم. بیا به من پول بده. یعنی چی شد؟ اینجا رو یادمه که در خمیر دندون رو بسته بودم، ولی الان کنار دستشویی افتاده. عجب روزگار غریبی شده. پدر! صدای دختر نوجوان عزیزم پرل بود. اومدم پرنسس خوشگلم. وای چرا دارم اینجوری میشم؟ پرل چی شده؟ چرا انقدر سر و صدا راه انداختی؟ چی شده؟ من غذا میخوام. پرل خیلی بد شد. من $30 بابتش داده بودم. البته اون موقع تازه به دنیا اومده بودی. شاید اگه تاریخ کارت گارانتیشو دستکاری کنم پولشو بتونم. من غذا میخوام. نمیدونستم چی بیارم، برای همین کل یخچال رو با خودم. بسیار خوب فهمیدم چی شده دخترم. یا چیزی نیست، فقط دوچاره یه دونه از اون چی بود اسمش، همون چیز دیگه، فوران رشد شدی. همین نشوننده سلامتی. آی نشون دهنده اینه که گشتمم. هیچی نیست. منم که مربای باقالی هم. مربای باقالی که منم. بابایی عزیزم کل خونه رو گشتم، حتی یه دونه نخودم نداریم بیارم بدم بخوری. نظرت چیه که بری یه خورده خوراکی بخری؟ نمیشه که، آخه الان دیره، همه مغازه بستن، باید تا صبح صبر کنیم که باز کنن. ببینم اون سبزا چی هم تو جیبت؟ پولامو میگی؟ اینا نه بایسا، پس مجبورم همینا رو بخورم. نه الان یه فکری میکنم. غذا کجایی؟ غذا کجایی؟ غذا باید از باغچم محافظت کنم. تنها چیزیه که برام ارزش داره. خیلی بادم زمینی. چی شد؟ اینا که بادم زمینی نیستن، اینا جور کرم هستن. وای حالم به هم خورد. کرمن. نه خیلی بده. نه کی بود؟ بهت اخطار میکنم. یه چیز کشنده تو دستم دارم و از استفاده کردن ازشم نمیترسم. پیدات کردم مزاحم. اینا دیگه چی بودن؟ توف میکردن. ای وای اینا رو ببین. پاتریک که از قرض دادن یه خورده از اینا ناراحت نمیشه، خصوصا برای دختر عزیز بابایی. نگران نباش دخترم، بابا الان با پنجه پر بیاد. ای بابا دخترم برات کنفلکس آوردم.